با سلام خدمت همه مامانای عزیز کلاس نشاط. من مامان محمد پارسا هستم. عزیزان دیدم تو گروه نوشتین عیدی بیدین به معلم. خب برای چه؟ منی که بچه ها نوشتم مدرسه غیر انتفاعی همه خرجش کردن تا الان نه یه اردو درستی بچه های ما بردن، نه یه جشن قشنگی برشون گرفتن. هر روزن خب بچه ما میره مدرسه کتک میخوره چشم گریه میاد خونه. برای مخششن خب ما نشستیم بالای سرشون با صد تا خفت یک کلمه بنویسن جیگر موله میشه. والا عیدی با همه دما نگاه بکدوم ما دیگه روز معلم قشنگ براش یک کدوی میگیریم میبرین. جون خودتون چیه جدید مد نکنین عزیزان دلم. شما اگه پول داری دوست داری کادو بدی خودت به تنهایی برو بده. اونایی که موافق هستن لطفاً عدد 1 تایپ بکنن. راستی فردا جلسه براش یه جعبه شیرینی میگیرین، 2 تا شاقه گلی میبرین، عیدن تبریک میگین، بعدش خودمون میرین صابونه. پایه‌سین اونایی که موافقه عدد 2 بنویسن. پشت زن چست دغدغه‌ای نیلوفر زشت نیست اقد اشرف گدا هست. خب یکم پول میدادی. اتفاقا اشرف راست میگه، مدرسه غیر انتفاعی که این همه پول میگیره واسه ثبت نام چرا خودش عیدی معلماشو نمیده؟ چرا همیشه از پدر مادرها گدایی میکنن؟ وای من چقدر توی آینه چاق شدم، باید فست کنم تا عید. خب چه عیبی داره؟ معلم بیچاره ای همه داره زحمت میکشه، بو چوس بچه هاتون میشنوه. ما که همه کلاسمون همکاری کردن یه رب سکه گرفتیم براش، قدم معلم و خوشحال شد. خدا همین مرگ نده راضیه که هیچ گوهی نمیشی توی زندگیو. خب بگو زیفتو نند ملاکه بواد ملاکه گوه خوردی رفتی برای معلمش رب سکه گرفتی. چه کاره هستی؟ کم ناشتا گوز 4-5 تا. بگو از کجا تو وردی؟ بلند شوی بچت محمد کرم رفته ریده تو دشوری بشورش اندازه کله من فقط ریده بو حالم به حق و نزدیک بروزم باطل بشه. به بچت یاد بده چطور برینه نمیخوا برای معلمش رو به سکه بخری. لیلوفر بلند شو کتریه بذار الهی پیر مرد خدا زحمت چه میای یه افطاری بکنیم. بلند شو. اشرف از اون نگفتم یه چای لیمویی برای من درست بکن. محمد پارسا وای محمد رامتین تموم کردی زلی بیوامیه بیارش اینجا برای من. نه باهاش اون یه چی میخرن خود چونگا ملخ میریزن روش. برو ور محمد رامتین به تو پوز باباتون.